عقد آریایی دارن مثلا. آره اون عقد آریایی اینقدری هم عروسان دوست دارن ما سعی کردیم کلا اینا رو به شرطی که خودشون هم آریایی باشن. یا مثلا این سال این عقده که نشون ما میده یا الان تهران دوباره هم اسم های دائمی بله دست خودمون نیست دیگه جوگیر میشیم دست خودش نیست میگه با جمع میمنه دست خودش نیست دست خودمون نیست جوگیر میشیم. خب من چرا میاری تو کار حالا میرم تهران خب دهنمو سرویس من اگه میگم خودمون شما هم دل دارید اگه میگم خودمون دکتر هست اخویش بله اخویشون هست اون آقای دکتر هست میگن مثلا اینجا نشون تهران میگه الان دوباره حواس زن گرفتن. آقا عیبی نداره که آقا ما برای زنای دوم رایگان کار انجام میدیم. آقا چیکار کنم من بیا اینجا ببین میگن برام چه بیا نه دوم آره سوم چهارم چطور نه دیگه آقا ما دیگه بیشتر از این جیب آقا هزینه ها یادی نمیکنه خرج بالاه جان آره چطوری بریم بیرون ببینیم چه خبره درس باز کنم اینجا تا چیز دیده میشه تا شمیرزاد خیلی ویوش باحاله یا علی حالا تا باغ گردو و از اون ور تا شمیرزاد جان باغ گردو کدومه باغ گردو اون دره هفتی شکل دشت سبز رو میبینید وای چه قاچه ویویه دربند همون منکر زرد داره قاره دربند گفتم دومی قاره آهکیه همون منکر زرد رو میبینید اون بالا تو دل کوه میکشه کوه اونجا دومی قاره آهکیه آره بیشتر به معدن میخوره اونجا نه قاره پایش قاره همونجا تو اون سازه چیه این کف الشهداء مقبره شهداء گمنامی اون هتل سبز اونم یه هتل اون هتل اون تایه اون ساخت تایه خدا گنبد سفیده هتل آره تو این شلوغ خلوقی سر شلوغ خیلی آره ما حالت عادی مثلا من 10 تا بیشتر ندارم الان ما 50 اتاق داریم اینجا رو نشون 10 تاشو تو فاز اول که راه اندازی کردیم 10 تا حالت عادی هم حداقل 8 چقدر حداقل چه قشنگی چه هوا خوبی الان ساعت 5 بعد از ظهر مهندس جان چه هوا خوبی آره یه اونورش بریم اونور بنبست میرسه بریم این سمت بریم اینور وی آبیا بریم بنبست آره این سمت بهتون نشون بدم باد میاد ولی بادش خنکه آره این دربند حالا شب شما اینجا باشید خب پترولاف با اول چی میگی یعنی تو همین تابستون یعنی فضا عالی اینجا شهر بازیشه همون تغییری که شهری بازی چه قراره درست کن بیا شهری بازی میخواد ببره پایین آوردیم پایین این الان همون پایین است آورده پایین آره این بالا بوده اینجا باغه اینجا همه باغه دور تا دور همه باغ همه زراعی چقدر اصلا به لواسون چیز داره دیگه به لواسون سمنان معروف هستن اینجا دشت بهشت کویر صفاست این کوه بالا یه کوپایه پنجم یه قرار دیگه داره برسیم برو بریم خب اینجا حیفی این فضاست حیفی این ویوه حالا هرچی بریم بالا خیلی باز خنک‌ترم میشه خیلی طبیعتش بکره من از این کوه های کوچیک ببین از این شب میتونی بمونی اینجا شب میتونی اینجا بمونی نه اصلا حالا کلا من میگم من از این کوه های کوچیک که آدم مثلا پیاده میتونه بره روی تپه خیلی جذاب تپه مانند اینا قشنگ است دیوار سنگی ها رو نشون بده آره اینجا همه باغای خصوصی توش بکر یه چیزایی هم به این درخت لا این برگاه هست ببین یه چیزایی قد مانندی جرد زردالوه سبز جرده نه سیبه نه اونا که سیبه این یکی ها رو میگه دیررسه آب ندادن اونا رو ببینید اونا زردالوه همه آب نخورده سیزه اون بسا نه اینا ساعتی آب هم امسال کم اینجا آقا در این حد بکره همین اونجا ببین اون آقا رو داره هیزم میبره آره ما در این حد بکریم نه کار قشنگه آره خواهش آقا بریم اون چی هست اونجا کجا سبزیه اون واسه اونا همین باغا و ویلاهای مردم اونجا هم قراره یه هتل دیگه بزنن اونجا 100 تا اتاق داره اونم از دوستان ما هستن آقای قشنگ همین قرار شد که فردا صبح اینجا چون خوشش اومد از اینجا بره بالا کوه شما هم ببره آقا نه